ما در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و رابطه‌ای که با خلفای راشدین داشتن و توهین‌ها و اهانت‌هایی که در دین رافضه‌گری به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه شده، مطالبی رو جسته گریخته در برنامه‌های مختلف بیان کردیم و توهین‌ها و اهانت‌هایی که در این دین به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خاصتاً به سیدة النساء العالمین فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها شده، اصلا قابل این نیست که در یک برنامه تلویزیونی گفته بشه. و توهین‌هایی که به علی مرتضی شیر خدا، سید و سرور اهل بیت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شدم، واقعا انسان رو ناراحت میکنه، هر مسلمانی رو. توهین ها و اهانت هایی که من یقین دارم هیچ شیعه منصف حاضر نمیشه که این اهانت ها رو حتی به دشمنان خودش هم روا داره، چه برسه به علی ابن ابی طالب شیر خدا، صحابی پیامبر، کسی که اولین جوانی بود که به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آورد و طول زندگیش در راستای اعلای کلمت الله مشکلات و سختی های فراوانی رو چه در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و چه بعد از ایشان متحمل شد. ما میخواییم جهت تفریح هم که شده برای شما عزیزان، یکی از کلیپ هایی که در شبکه ولایت زیر نظر آقای مکارم شیرازی و شیخ مفید زمان و این القاب درشتی که برای خودشون دارن، این شبکه اداره میشه، منتها در باره سطح سواد کسانی که در این شبکه ها برنامه اجرا میکنن، از یک طرف ادعای خیلی بزرگی دارن که 200 عالم و مرجع پشت سر اینها هست و این شبکه ها رو نظارت میکنن، و از یک طرف وقتی آدم میبینه محتوای برنامه های اینا و افرادی رو که میارن برنامه اجرا بکنن، واقعا انسان یعنی باید متاسف باشه برای این حکومتی که این افراد رو خریده تا برای اینها در راستای اهداف شومشون خدمت بکنن. حداقل مادامی که از پول ملت خرج میکنید، از پول خمس به اصطلاح مقلدینتون خرج میکنید، در افرادی رو بیارید که در سطحی از سواد دینی قرار داشته باشن که حداقل پاسخگوی بیننده ها و کسانی باشن که در این عصر علم و تکنولوژی شما نمیتونید مردم رو محصور بکنید در همین یک شبکه خودتون و چشم و گوش مردم رو ببندید، کاری که سالها انجام دادید، بلکه مردم میرن به شبکه‌های مختلف برنامه ها رو میبینن و دروغ های شما رو کشف میکنن. حداقل کسانی رو که میارید برنامه اجرا بکنن حداقل یک سوادی داشته باشن که بتونن پاسخگو باشن در مقابل شبهات بینندگان. من در مورد این قضیه صفات سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در کتاب‌های شیعه مطالبی رو بارها گفتیم که در کتاب‌های اینا توهین‌ها و اهانت‌هایی به سیدنا علی شده که حتی شکل ظاهری سیدنا علی رو در مورد غیرت و شهامت سیدنا علی، در مورد شجاعتش، در مورد ناموسش توهین‌ها و اهانت‌هایی رو بر ایشان روا داشتن. یک کلیپ از خیلی خنده‌داره، بیننده تماس میگیره به این شبکه و در مورد یکی از مطالبی که در این شبکه وصال حق مطرح شده و پاسخهای این آخوند رو با هم ببینیم و بعد از اون انشالله کلیپ دیگری هست که در مورد اونم صحبت خواهیم کرد. آقای امیر از تهران.
سلام آقا. سلام علیکم، بفرمایید در خدمتتون هستیم. آقا من عرضی داشتم خدمتتون. بفرمایید در خدمتتون هستیم. من خودم تهران زندگی میکنم. بله. اما خب خراسان شمالی ما زندگی میکنیم، یعنی اصالتا اونجایی هستم و توی روستا زندگی میکنیم که نصف این روستا ترکمن اهل تسننه و نصف این روستا اهل تشیع هستیم که ما فارس میگن. بله. و بسیارم با هم خوب و دوست و مهربان هم هستیم. بله. اما من چند روز پیش، همین 2-3 روز پیش بود، این شبکه ها رو بالا پایین میکردیم، به شبکه رسیدیم به نام وصال حق که دیدیم این شبکه داره میگه که یه روز از امام جعفر صادق علیه السلام سوال شد که آقا کسی هست که به امام جعفر صادق به یکی از صحابه نمیدونم میگفت یا به یکی از دوستان اصحاب که شما رو از شرق به غرب توی یه لحظه ببره؟ بعد گفته که بله حضرت مولا، استغفرالله من عذر میخوام آقا، چیزی که اون داشت میگفت که حضرت علی قلاقی از شما رو از شرق به غرب توی یه لحظه میبره. این اصلا بعد از تو بهارالانوار هم داشت میآورد، علامه مجلسی رو نوشته. بله برادر بزرگوار، صحت داره. من برادر بزرگوار به شدت از این قضیه ناراحته و بس سر کار که من میام میگه مادر اینو بگیر من گوش کنم. بله برادر بزرگوار، شما یقین داشته باشید که این وهابی که پارچه فروش بوده و تخصص دینی قطعا نداره ایشون و همون جور که اذعان عالم خودشون هست آقای ملازاده، به ایشون میگه بی سواده، لذا بد ترجمه میکنه. بله بینندگان عزیز و گرامی، خب این چه ربطی داره به پاسخ این بیننده؟ شما بیا خوب ترجمه بکن. حالا این آقا با این عمامه و عبا و قبا و ادعا میخواد این روایت رو خوب ترجمه بکنه. با هم میبینیم که این آقای باسواد چطور این روایت رو ترجمه میکنه برای این بیننده. این روایات رو بد ترجمه میکنه. اصل روایت اینه، حضرت به دوستشون گفتن که آیا تو مرکبی داری که بتونه تو رو از شرق به غرب ببره؟ طرف گفت نه. حضرت فرمود او یعنی حضرت علی علیه السلام فرمود نه، مرکبی که تو رو از شرق به غرب ببرد حضرت یعنی کسی که میتونه تو رو از شرق به غرب ببره حضرت ارزم به حضورتون علی علیه السلام روحی له الفداء. در این روایت اینجوری متن روایت رو شما اگر بله ببینید، یه لحظه من اصل روایت رو خدمتتون بیارم. بله ایشون اولا که دروغ گفت، اینجا مرکب نیست، دقیقا کلمه اولاغ است. علک حمارون، حالا این روایت اصلش میاره در آخر این صحبت. مرکب نیست، حمار است. حمار در عربی به همون اولاغ گفته میشه. خب آدمی که روایت در کتابتون هست، خب بیارید بررسی سندی بکنید، درست ترجمه بکنید. مادامی که ادعا میکنید که ما درست ترجمه نمی کنیم و اون ترجمه‌ای که من کردم و این ترجمه‌ای که این آقا کرد هیچ فرقی نداشت و فرقش این بود که این گفت مرکب و من گفتم اولاغ، چیزی که در روایتشون اومده بود که حالا با هم روایت رو میبینیم و من خدمتتون نشون میدم. این سطح سواد ایناست. اولا قضیه رو شخصی کرد که نمیدونم سواد داره که سواد نداره، که پارچه فروش بوده که نبوده. بعدش هم اومد خواست ترجمه بکنه. این من کردن این خیلی جالب بود. هی داشتن تو گوشش بهش میفهموندن، بهش میگفتن و این خودش متوجه نمیشد. یک بار دیگه این قسمتش رو با هم ببینیم. بله برادر بزرگوار، شما یقین داشته باشید که این وهابی که پارچه فروش بوده و تخصص دینی قطعا نداره ایشون و همون جور که اذعان عالم خودشون هست آقای ملازاده، به ایشون میگه بی سواده، لذا بد ترجمه میکنه. این روایات رو بد ترجمه میکنه. اصل روایت اینه، حضرت به دوستشون گفتن که آیا تو مرکبی داری که بتونه تو رو از شرق به غرب ببره؟ طرف گفت نه. حضرت فرمود او
یعنی حضرت علی علیه السلام فرمود نه، مرکبی که تو رو از شرق به غرب ببرد حضرت یعنی کسی که میتونه تو رو از شرق به غرب ببره حضرت ارزم به حضورتون علی علیه السلام روحی له الفداء. در این روایت اینجوری متن روایت رو شما اگر بله ببینید، یه لحظه من اصل روایت رو خدمتتون بیارم. بله یک لحظه من دابت الارض. بله اینجا میخواد ماسمالی بکنه قضیه رو. این حمار هست، دابت الارض نیست. دابت الارض چیز دیگری هست، این حماری که در این روایت اومده چیز دیگه است. و اینجا میخواد سر این بیننده بیچاره بدبختی که متحیر هست این رو سرشو شیره به ماله، روایتی رو از کتب اهل سنت میاره که اشاره به دابت الارض است که در این روایت هیچ اشارتی به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نشده. و ما اگر در روایتی دابت الارض به علی تشبیه شده باشه، حمار به علی تشبیه شده باشه، ما این روایت را قبول نداریم. خدا کنه که از هر کی میخواد باشه، از هر عالمی میخواد باشه، هر کسی هم که توهین میکنه به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، لعنت خدا و ملائکه و همه جن و انس بر او باد. اما این آخوند چون نمیتونه این روایت رو رد بکنه، صاحب این روایت رو رد بکنه، صاحب این کتاب رو رد بکنه، به خاطر همین هی دارن تلبیس میکنن. متوجه بودید ای تو گوشش میگفتن، بهش یاد میدادن که نه اینطوری به اونطوری، بیچاره اصلا گیج شده بود که چی بگه. به خاطر اینکه آبروی این دین باطلشون رو بخرن، آبرویی که وجود نداره برای این دین باطلشون، در اینجا آبروی علی و فاطمه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم حراج بشه برای اینا مهم نیست. گوش کنید ادامه این روایت رو که الان به دروغ از کتب اهل سنت روایت رو میاره که در این اصلا ذکری از علی نیست و قضیه دابت الارض است که در تفاسیر اهل سنت موجود است، ربطی به این حمار یا الاغی که در روایت شیعه ذکر شده نداره. ببینید، بله این روایتی که در کتب شیعه اومده سندش ضعیفه، اما من روایت رو الان در کتب اهل سنت براتون آوردم. اگر عزیزان بله در مسند طیالسی جلد اول صفحه 334 این روایت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تخرج دابت الارض معها عصا موسی و خاتم سلیمان. خارج می شود دابت الارض که همراه اون عصای حضرت موسی است، خاتم انگشتر حضرت سلیمان، تختم انف الکافر بالعصا و تحلی وجه المؤمن بالخاتم. دیگه دماغ بینی کفار رو با اون عصا میشکنه و زینت میبخشه به صورت مبارکه، به صورت مؤمن، حتی یجتمع الناس علی الحق، تا اینکه مردم بر حق جمع بشوند. بله این روایت رو دوستان خوب دقت بکنن، از صفحه مانیتور خودشون هست. این روایت شکی نیست از کتب اهل سنت میاریم، اما ذکری از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در اینجا نیست که این دابت الارضی که خارج میشه، این حیوانی که از زمین خارج میشه علی هست، بلکه دقیقاً ایشون صحیح ترجمه کرد این روایت رو، منتها ذکری از علی در اینجا نیست و من نمیدونم که این آخوند بی سواد چرا این روایت رو در اینجا آورد در جواب بیننده. ادامه رو با هم ببینیم. و یعرف المؤمن من الکافر، مؤمن از کافر شناخته بشه. لذا ببینید شما همیشه دقت کنید، این وهابی ها وقتی میان یک مطلبی رو میارن و مطرح میکنن، مخصوصا از کتب شیعه، میره از روایاتی که یا ضعیفه یا روایتی که میشه ازش یک وجه دیگری استنباط بشه اونو میارن.
مخصوصا در مورد اهل بیت علیهم افضل الصلاة و السلام، اینها چون بغض اهل بیت رو دارن، همیشه میخوان وجهه اهل بیت رو یه جوری خراب کنن، همیشه میخوان خلاصه از روایات شیعه به قول خودشون بیان یک اهانتی نسبت به اهل بیت علیهم السلام پیدا کنن که پیدا نمیکنن. و این آقای انصاری، آقای پارچه فروش، اگر لطف کنه خورده انصاف به خرج بده و بیاد روایات شیعه رو بررسی سندی بکنه اول، همون جور که ما میایم و روایتشون رو بررسی سندی میکنیم و عرضم به حضور شریفتون که این رو میاریم. بله دوستان، اینا آخرین کسایی باشن که در مورد بررسی سندی روایات صحبت بکنن. تا حالا هرچی کلیپ هایی که ما از تلبیس آخوند قزوینی نشون دادیم همه تلبیس در روایات بوده. روایت ضعیف کتاب میزان الاعتدال یا لسان المیزان، کتاب هایی که اصلا به عنوان زباله‌دانی های اهل سنت استفاده میشه از این کتاب ها، احادیثی که دروغ هست، مکذوب هست، اهل سنت جدا کردن تا انسان های منصف وقتی میخوان بیان احادیث ضعیف و راویان دروغگو رو بشناسن میرن به این کتاب ها مراجعه میکنن. خب این استاد شما قزوینی کارش همین که در بین این زباله‌دانی ها بگرده این احادیث ضعیف رو پیدا بکنه، بهش استناد بکنه. حالا که اشباه شده از زباله‌دانی های اهل سنت، رفته به زباله‌دانی های شیعه مراجعه میکنه جدیداً. من انشالله اثبات این حرفم رو بعد از که این موضوع این کلیپ تمام بشه ثابت خواهم کرد که ایشون اخیراً آقای قزوینی مجبور شده که چون از همه درها به روش بسته شد، مردم فهمیدن روش های تلبیس و خیانت رو، حالا رفته به سراغ زباله‌دانی های شیعه تا از اونجا هم سر مردم رو شیره به مال مردم و فریب بده که یک نمونهشو من امشب انشالله خدمتتون بیان خواهم کرد. ادامه این کلیپ رو با هم ببینیم. اما اون روایتی که در کتب شیعه است، ما روایتی که در کتب اهل سنت رو خدمت شما بزرگوار مطرح کردیم، اما روایتی که در کتب شیعه است، عن ابی جعفر علیه السلام قال یا جابر هل لك من حمار یسیر بک، گفت جابر آیا یک مرکبی داری، الاغی داری که تو رو ببره، یسیر بک فبلغ بک من المطلع الى المغرب فی یوم واحد، که تو رو از مشرق تا مغرب در یک روز ببره. صفحه‌ای که نشون دادن صفحه این روایت نیست، صفحه همون روایتی است که از کتب اهل سنت ایشون چند لحظه پیشتر خوند. در اون کتاب ذکری نه از حمار است و نه از دابة الارض. این داره اصل روایت رو به اصطلاح داره ترجمه میکنه. قال قلت یا ابا جعفر جعلنی الله فداک و انا لهذا، من خدا منو فدای تو قرار بده، من کجا این کار کجا؟ فقال ابو جعفر علیه السلام و ذلك، یعنی کسی که چنین مقامی داره و میتواند از شرق به غرب برود. ببینید کسی که این مقام رو داره که میتونه از شرق به غرب بره، اون امیر المؤمنین علیه السلام هست، امیر المؤمنین و ذاک امیر المؤمنین. نه اینکه نستجیر بالله بیاد و تشبیه کنه، نستجیر بالله بگه اون مرکب و اون چیز. این وهابی ها هستن که میان و به وسیله این کلمات میخوان خلاصه وجهه اهل بیت علیهم السلام رو خراب کنن و اهانتی به اهل بیت علیهم السلام داشته باشن. ثم قال الم تسمع قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی علی ابن ابی طالب علیه السلام لتبلغن الاسباب والله لترکبن، و مگر نشنیدی که پیامبر فرمود ای علی جان تو میای و خلاصه بر همه مرکب ها سوار میشی. نه اینکه نستجیر بالله بیاد همون جور که اون وهابی ناصبی دشمن اهل بیت ترجمه کرده روایت اونجوری باشه. نه، پس اولا ترجمه رو بد ترجمه کرده طبق قلب مریض خودش و طبق اون کینه ای که نسبت به اهل بیت علیهم السلام رو داره. ثانیاً روایت ضعیفه. ثالثاً ما از کتب اهل سنت روایت رو بردیم، از کتب شیعه هم بردیم. روایت هم منظورش اینه که
غیر از اون چیزیه که این وهابی مطرح کرده که اهانت به اهل بیت علیهم السلام باشه. البته روش این وهابیا اهانت به اهل بیت علیهم السلام هست. برای ما یه چیز عادیه. درسته شیعیان امیرالمومنین، شیعیان اهل بیت خیلی میان ناراحت میشن و واقعا هر مسلمانی دلش به درد میاد وقتی اهانتی نسبت به نبی مکرم اسلام، اهل بیت عصمت و طهارت ببینه، واقعا ناراحت میشه. بله اینا قلبشون مریضه و به وسیله این حرفا خلاصه میخوان اهانتی نسبت به اهل بیت داشته باشن. خیلی متشکریم از تماس شما. بیننده بعدی رو داشته باشیم. بله، همونطوری که دیدید بیشتر حرف ایشون به یک سخنرانی عادی شایی بود تا اینکه بخواد پاسخ این بیننده رو بده. اما در مورد این روایت و روایت‌های بدتر از این در کتاب‌های اینا وجود داره و اینکه میگه خب این روایت ضعیف است. ما بارها گفتیم که هیچ مبنایی در این دین وجود نداره که بر اساس اون ما بتونیم یک روایت رو تصحیح و تضعیف بکنیم. خودشون هر چی رو دوست داشتن تصحیح میکنن، هر چی رو که دوست نداشتن میان چیکارش میکنن؟ تضعیفش میکنن. و این روایت ها و روایت های بدتر از این در کتاب های اینا وجود داره. این روایت در کتاب الاختصاص هست از شیخ مفیدشون محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب عن محمد ابن سنان عن عمار ابن مروان عن منخل یا منخل ابن جمیل عن جابر ابن یزید عن ابی جعفر امام محمد باقر علیه السلام قال یا جابر، ای جابر، علک حمار یسیر بک فیبلغ بک من المشرق الى المغرب فی یوم واحد. خب ای جابر، آیا الاغی داری که حرکت بکنه و در یک روز تو را از مشرق به مغرب ببره؟ فقلت جعلت فداک یا ابا جعفر و انا لی هذا، فداد بشم ای امام محمد باقر، ای ابا جعفر من از کجا بیارم این الاغ رو؟ فقال ابو جعفر علیه السلام ذاک امیر المؤمنین، این الاغ امیر المؤمنین هست. اینطوری در این کتاب اومده. اینکه این آخوند می اومد شهر میداد که نه اینطوری نیست و فلان است و بالا گفته الک حمار یسیر بک، آیا حماری الاغی تو داری که تو را از مشرق به مغرب ببره در یک روز؟ میگه در جواب گفتم که فداد بشم ای ابا جعفر، از کجا بیارم این الاغ رو؟ ابو جعفر گفت ذاک امیر المؤمنین، این شما خودتون ترجمه بکنید بینندگان عزیز، این یا آن امیر المؤمنین است. من که بارها گفتم روات شیعه، مصنفین اینها، کسایی که استوانه های این دین رو ساختن، شاگردان عبدالله بن سبع یهودی بودن که هدفشون بربادی و نابودی اسلام بود. به روش های مختلف به اهل بیت و صحابه خیلی زیرکانه توهین میکنن که اگر که کسی متوجه شد، خب مثل این آخوند میان ماسمالیش میکنن، میگه نه منظوری نبود. خب ما در ادامه روایت من میخونم که این منظور از این پرواز کردن است. دوستان ادامهشو نشون میدن. الم تسمع قول رسول الله علیه صلی الله علیه و آله، آیا سخن پیامبر رو نشنیدی فی علی علیه السلام، در مورد علی علیه السلام که گفت والله لتبلغن الاسباب، یعنی شما میرسید به اسباب، والله لترکبن السحاب، سوار ابرها میشوید. الان شما به عنوان یک شیعه منصف، اگر این شیخ مفید شیخ مضر نیست و هدف در این روایت توهین به اهل بیت نیست، خب میگفت که یا جابر الک به اصطلاح یک عقاب یا شاهین یا یک پرنده‌ای که حداقل این الاغ نباشه، یعنی یک حیوانی که همیشه در نفهمی، در نادانی مردم مثال میزنن به الاغ.
و بیا امیر المومنین رو براش علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه رو در موردش مثال الاغ رو بزن. مثلا میگفت علک شاهین علک، یعنی یک چیز علک مرکب حداقل مرکب، حالا لااقل میشد مثل اینکه اول گفت که این روایت مرکب هست الاغ نیست، بعدن در گوشش گفتن نه خیر الاغ هست که اومد تصحیحش کرد در آخر. خب اگر مرکب میگفتن به ماشین میتونیم بگیم مرکب، به هواپیما میتونیم بگیم مرکب، به یک پرنده بزرگی که انسان به اون سوار بشه مثلا، حالا در عالم خیال، چون این روایت ها اینو بیشتر به اون فیلم های تخیلی هالیوودی بیشتر شبیه است تا به واقعیت. خب یک پرنده ای رو شما تصور میکردید که حضرت علی سوار این پرنده شده یا حضرت علی تبدیل به این پرنده شده. خیلی پرنده های تیزتر از الاغ داریم، در آسمان ها پرواز میکنن، شاهین هست، عقاب هست، پرنده هایی که همیشه در شجاعت، در مثلا عزت نفس مردم به اونها مثال میارن. یعنی گشتن در بین حیوانات الاغ رو پیدا کردن و حضرت علی رضی الله تعالی عنه علیاذ بالله تشبیه کردن به الاغ. و به جای اینکه بیاد این روایت رو نشون بده، بررسی سندی بکنه، سبب تضعیفش رو بگه، میاد میگه که بله این روایت ضعیف است، همینطوری خوش و نعیمت کسی مچشون رو گرفت این روایت ضعیف است. چون اگر بیاد این روایت تصحیح و تضعیف بکنه و این روایت رو ضعیف از آب در بیاره، با همین اسناد روایت های دیگری از همین اشخاص دارن که در اثبات اصول مذهبشون است. اگر اینو رد کردن مجبور هستن که اونو رد بکنن. به خاطر همین شما تا قیام قیامت هیچ یه جرأت نخواهد کرد که این کتابا رو تصحیح و تضعیف بکنه. کلیپ بعدی کلیپی است که تقریبا در همین راستاست، در راستای همین توهینایی که در این مذهب به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میشه، و این از یک آخوند بی سواد دیگری که در همین شبکه کار میکنه. و بیننده‌ای، من واقعا وقتی این کلیپ ها رو میبینم خوشحال میشم که شیعیان به این حدی رسیدن که زنگ میزنن به این آخوندهای دروغگو، مچ اینا رو میگیرن که آقا سند بدید، دلیل بدید، ترجمه بکنید این روایت ها رو. این گام های نخستینی است که در راستای تصحیح و بیداری شیعیان برداشته میشه. با هم کلیپ بعدی رو میبینیم. نفر بعد که خدمتتون هستیم آقای محمدی از عراق، از عزیزان طرفدار مکتب اهل بیت. سلام علیکم. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. آقای ابوالقاسم ببخشید یکی دو تا سوال داشتم. یکی این که چند وقت پیش، یکی دو هفته پیش بود، داشتم این شبکه آقای پارچه فروش رو نگاه می‌کردم. یه سری مطالب فکر کنم از داخل کتاب سید نعمت الله جزائری داشت، اون چیز کارشناسش میخون که آقا امیرالمومنین مولای اولین و آخرین یه سری سوالات ازش میپرسن در مورد، خیلی معذرت میخوام اینجوری میگم که اینکه ببخشید سرشون تاس بوده یا نمیدونم شکمشون بزرگ بوده. آقا امیرالمومنین در پاسخ این که این شکمشون بزرگ بوده، آقا امیرالمومنین خودشون جواب دادن که این به خاطر اینه که پیامبر اسلام یه علمی که داشته به اون منتقل کرده و این به خاطر اونه. آیا همچین چیزی صحت داره؟ و اگه صحت داره این جواب قانع کننده نیست؟ اگه هر روایتی که در هر کتابی اومد ما صحیح بدانیم، این که اصلا قابل قبول نیست. الان آیین وهابی حتی روایتی که تو بخاری و مسلم آمده و ادعا داشتن از اول تا آخرش صحیحه، ما میگیم روایت تو بخاری، میگن نه ما قبول نداریم. و حالا مرحوم سید نعمت الله تو کتابی که حتی خودش هم شاید اعتقاد به صحت کل روایتش نداشته، یا علما حتی بعضی از کتاب‌های سید نعمت الله گفتن خوندن نه اشکال داره، ما میگیم چون تو اون کتاب اومده میشه استدلال بر ضدش کرد. قطعا این روش استدلال اصلا روش اشکال داریه، روش باطلیه و کسی که این چنین استدلال میکنه یا اصلا قواعد استدلال رو بلد نیست و یا میدانه و داره مغالطه میکنه. من سوالم از شما اینه، شما خودتون تا حالا این روایت رو دیدید؟ اون چیزی که راجع به انزع البطین مطرح میکنن که امیرالمومنین علیه السلام انزع البطین است، ما به اصطلاح چیزی به صورت کلی در مورد تاریخ آمده که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قدهای بسیار بلندی بوده، یعنی بعضی از مردم قدهای بسیار بلندی داشتن. راجع به برخی نقل شده که وقتی راه میرفتن سرشون با کسی که داخل محمل شتر نشسته بود
هم ردیف میشد. و خب امیرالمومنین در بین اونها قد متوسط حضرت داشتن، نسبت به اون کسی که خب قدش مثلا 4 متر خورده ایه مشخص قد کوتاه‌تر به حساب میاد، یا 3 متر خورده قد حضرت نسبت به اونها کوتاه‌تر به نظر میرسن. همچنین افرادی بسیار لاغر بودند که باز نقل شده در تاریخ جمعیت بسیار زیادی از مردم اونقدر لاغر بودن که اصلا هنگام بلند کردنشون کسی وزنشون احساس نمی‌کرد. این چه این مطرح کردن. خب اونم از اون ور نگاه کنیم، اگر یه شخصی یه مقدار کمی بدنش توپر باشه میگن آقا این شکم داره. اون چیزی که مطرح شده اینطوره. اما بطین طبق روایت میگه آقا شما لقب بطین دارید، میفرمان لقب بطین به معنای اینکه در درون من علم است. توپر فلانی بطین است یعنی فلانی توپره، یعنی اینکه یعنی کنایه از علم منه، نه اینکه مال من چاق باشم. اگر اینطور جواب داده بشه معقوله. قد و قیافه و اینا ربطی به سجایای اخلاقی نداره. سوال من از این بود که آقا امیرالمومنین در جواب اینی که بهشون گفتن بطنتون بزرگ و اینا، اینو در جوابش گفتن که به خاطر علمی که از پیغمبر به من منتقل شده. آیا آقا امیرالمومنین همچین جوابی دادن؟ و این به نظر من دلیل قانع کننده نیست که آقا امیرالمومنین همچین جوابی داده باشن به خاطر علمی که از پیغمبر گرفتن این بوده باشه که شکمشون بزرگ. این رو من عرض کنم خدمت شما، اولا شکم رو بزرگ نمیدونن. در کتاب دلائل النبوه اصفهانی آورد، همون که عرض کردم خدمتتون، زخم البطن یا بطین که میگن ای لم یکن بطنه لاصقا به ظهره. بله، آنچه که در روایت اومده زخم البطن نیست. این آقا اینجا داره تلبیس میکنه، داره خیانت میکنه، میره سراغ یک کتاب دلائل النبوه اصفهانی. ربطی نداره اصلا این به این روایتی که این برادر شیعه ذکر میکنه در این تماس. در اون کتابشون، نه تنها در کتاب نعمت الله جزایری که در علل و شرایع، در کتاب بهار الانوار علامه مجلسی، در همه این کتاب‌ها این قضیه ذکر شده و این آقا داره در اینجا تلبیس میکنه و فریب میده، داره بیننده شیعه رو داره فریب میده با این روشش. ادامه رو ببینیم. شکم حضرت به کمر نچسبیده بود، بل کان تاماً حسنا. شکم حضرت به صورت کامل بود و خیلی هم زیبا بود. پس این اولا ترجمه درستش. ثانیاً حالا اگر یه نفر بگه آقا چرا به شما این لقب داده شده، بگن چون پیغمبر به من گفته بطین، کنایه از این که علم پیغمبر به من داده. توپر هستم، یارو میگه آقا فلانی خیلی توپره، چرا؟ چون خیلی عضله‌ای و مایشه داره. یه بار میگه نه توپره چون از درون پر علمه، مقصود این باشه. اگه اینطور گفته باشن مشکل ایجاد نمیشه. یه سوال دیگه هم داشتم. من یک روایتی هم برای شما بیارم عین. بله، در اینجا اگر قضیه از کتب اهل سنت میشد، این آقا همون لحظه 100 تا آدرس میداد مثل استادش که بله صحیح بخاری جلد فلان صفحه فلان، ترمذی جلد فلان صفحه فلان. در اینجا چون از کتابای خودشون هست و داره آبروش میره، این روایت رو نشون نمیده. خب چرا نشون نمیدید؟ چرا دارید شیعیان رو فریب میدید؟ خجالت بکشید. اگر سواد ندارید، نه جلو دوربین، برید دنبال پارچه فروشی، برید دنبال یک کاری دست فروشی، چیزی اطراف زیارت معصومه برید. البته اونجا کارهای دیگری هم برای آخوندا هست که حالا نمیشه گفت در برنامه زنده. خب نید اینجا فریب ندید، دروغ نگید ببیننده. اگر روایت از کتب اهل سنت می بود که 100 تا سند ردیف میکردید با جلد و صفحه، خب این که کتاب خودتونه، نشون بدید، روایت رو نشون بدید، ترجمه بکنید. ادامه رو ببینید. روایت رو که باز اینم ببینید که ترجمه‌ای که درست برای شما میکنم مشخص بشه برای شما. بله، فقط دارم جستجو می‌کنم، یه چند لحظه‌ای نتیجه جستجو طول می‌کشه تا بیاد. حالا شما در کتاب خصال شیخ صدوق، بله اینجا در کتاب علل الشرایع میگه بطین که گفتن به حضرت، نه اینکه حضرت شکم بزرگی داشته، بطین من العلم. حضرت بطین من العلم یعنی از درون پر از علم بود. حضرت از درون پر از علم بود. مشکل برطرف شد؟ بله 100%. خیلی ممنون. یه سوال دیگه هم داشتم. آقای ابوالحسین ببخشید، این عوام مسیحیت، خب این
ادامه این تماس ربطی به برنامه ما نداره. منتها دیدید که اینجا چطور این آقا فریب داد و دروغ گفت به این بیننده بیچاره‌ای که اونم چون که اطلاعی نداشته از اصل این کتاب ها اومد و گفت که بله قانع شدم. اولین روایتی که ما خدمت شما بزرگواران میخواییم نشون بدیم روایتی است که در این کتاب وجود داره. در کتاب تفسیر قمی، یکی از تفاسیر معروف اینا هست که طبق کلیپی که بارها شاید دیده باشید، آقای قزوینی استاد این آخوند میگه که بنابر آنچه تصحیحی که آقای خویی کرده این روایت ها 100% صحیح است. این تفسیر قمی است، دوستان نشون بدن، یکی از تفاسیر معتبر شیعه است که آیت الله خویی میگه که همه روایت های این تفسیر صحیح است. اینم شناسنامه این کتاب در سال 1428 چاپ تقریبا میشه گفت که جدید هست و مؤسسه العالمی للمطبوعات در بیروت اینو چاپ کرده. ابوالحسن علی ابن ابراهیم قمی من اعلام قرن ثالث الهجری. در این صفحه، در صفحه 672 در اینجا میگه که فاطمه رضی الله تعالی عنها، این خودش یک نوع توهین به حضرت فاطمه است. هر کسی رو که رسول الله برای فاطمه ذکر میکردن رد میکرد در ازدواج، تا اینکه علی برای ازدواج پیش اومد. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله قبول کردن و فاطمه هم قبول کرد، در اینجا اومد فاطمه یک اعتراض کرد. فقالت یا رسول الله انت اولا بما ترى، تو اولاتر هستی به آنچه که میبینی، یعنی نظر تو اولاتر از نظر من هست. غیر ان النساء القریش، زنان قریش تحدثنی عنه، در مورد علی دارن حرفایی میزنن، صحبت میکنن، انه رجل دهداه البطن، رجلی مردی که شکم گنده است، طویل الذراعین، دستهاش دراز هست، زخم الکرادیس، اونجا زخم البطن آقا گفته نه، زخم الکرادیس هست، این به اصطلاح شونه های درشت داره، عنز عظیم العینین، و چشمای گنده گنده داره، پیشانی برآمده داره، منکبیهی مشاشون کمشاش البعیر، میگه این شونه هاش مانند شانه های به اصطلاح مثل شتر هست. بعیر به حیوان گفته میشه در عربی و بیشتر در مورد شتر استفاده میشه. ببینید این اونجا الاغ تشبیه کرده بودن، اینجا به شتر یا به حیوان تشبیه میکنن. ضاحک السن، این کسایی رو دیده باشین میگه فلانی دندان خرگوشی داره، دنداناش جلو اومده بیرون، وقتی که 24 ساعت که ببینی انگار داره میخنده. ضاحک السن یعنی دندانهاش همیشه بیرون برآمده و در حالت به اصطلاح تبسم و خنده میشه. لا مال له، مالی نداره. شاید اینجا کسی بیاد بگه خب این که از زنان قریش رد کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله این رو رد نمیکنه. فقال لها، پیامبر صلی الله علیه و سلم، فقال لها رسول الله صلی الله علیه و سلم یا فاطمه، ای فاطمه دخترم، اما علمت ان الله اشرف علی الدنیا، تو نمیدونی که خداوند به دنیا نگاه کرد، فاختارنی علی رجال العالمین نبیا، میگه که خداوند نگاه کرد من رو انتخاب کرد برای نبوت از بین مردها، برای نبوت در دو جهان. ثم اطلع اخرى، دوباره الله نگاه کرد، فاختار علیا علی رجال العالمین، علی رو بر همه مردان بعد از من انتخاب کرد، وصیا که وصی و جانشین من باشه. تا آخر این روایت که تا اینجاست هیچ ذکری از به اصطلاح رد سیدنا رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد علی ابن ابی طالب که این حرفا رو رد کرده باشه نیست. این از این کتاب. همین روایت در بهار الانوار دوستان نشون بدن. این بهار الانوار جلد 43 چاپ الامیره در صفحه 60
ببینید در اینجا دقیقا همین رو میگه، انه رجل دهداه البطن، مرد شکم گنده، طویل الذراعین، زخم الکرادیس، انزع عظیم العینین و السکنه مشاشار کمشاشیر البعیر. و در اینجا تعدیلش کرده و قال جزری، اینجا مشاش ای عظیم الرؤوس العظام المرفقین، میگه این به اصطلاح سر مفاصل گنده‌ای که داشته باشه، مانند حیوان، مانند شتر، یعنی سر استخوان مفاصلش که بزرگ باشه به این گفته میشه. والکتفین والرکبتین، زانوهای درشت داشته باشه، در زیر اینجا آورده. و هذا واضح، این مسئله واضح هست در اینجا. دقیقا همین روایت رو در اینجا در کتاب بهار الانوار آورده. تشکر میکنم از دوستان عزیز. بعد در جای دیگه در کتاب دیگری که خدمت شما عزیزان نشون بدم، در علل الشرایع، دوستان این علل الشرایع از شیخ صدوقش در اینجا در جلد 1 و 2 با هم دارالمرتضی بیروت چاپ کرده. این هم شناسنامه کتاب در سال 427 هجری قمری چاپ شده، 2006 میلادی. در اینجا بابی زده بابی زده به عنوان باب علت کچلی امیرالمؤمنین و دلیل این که چرا به ایشون میگفتن انزع البطین. در اینجا اومده روایت دیگری جعل کردن، خواستن جمعش بکنن. اینجا آقای صدوق اینو درست کرده، اذا اراد الله بعبد خیرا رماء بالسلع فتحات الشعر عن رأسه و ها هنذا. این هم یک بشارتی است به عزیزانی که کچل هستن، موی سر ندارن، که در اینجا امام میگه که امیرالمومنین که کسی که خداوند برای او خیری بخواد. ببینید روایت ها رو فقط شما بیاید اینجا مقایسه بکنید. در اهل سنت در کتاب ها اومده روایت که اذا اراد الله بعبد خیرا یفقهه فی الدین او کما قال صلی الله علیه وسلم. اگر خداوند خیری برای انسانی بخواد، این انسان رو فقیه میسازه در دین، علم دین رو بهش میآموزانه یا کمک میکنه که علم دین رو بیاموزه. اینجا گفته اگر خداوند به کسی خیری بخواد، این انسان چی میشه؟ کچل میشه. مثلا الان خداوند برای پوتین در روسیه خیر خواسته که کچل شده. خداوند برای این همه مرتدین و کفار و یهود و نصارا که کچل هستن، مثلا برای اسحاق رابین و برای شیمون پریز و برای اینا، الله سبحانه و تعالی عز و جل خیر خواسته که اینا کچل شدن. روایت بعدی در این روایت میگه که از علی رضی الله عنه از 3 چیز میپرسه: اسالک عن قصر خلقک، چرا قد کوتاه هستی؟ و کبر بطنک، چرا بشکمت گنده است؟ و عن صلع راسک، چرا کچل هستی؟ در اینجا میاد جواب میده که به خاطر این قد کوتاه هستم که اگر که مثلا با انسان درازی به اصطلاح در جنگ روبرو شدم بزنم 2 نصفش بکنم و نمیدونم اگر با خود به اصطلاح اندازه خودم باشه از وسط 2 تاش بکنم. این در مورد جنگ. اما در مورد و اما که برابطنی فان رسول الله صلی الله علیه و سلم علمنی بابا من العلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم دری از علم رو به من یاد داد. ففتح ذلك الباب، این بابی که پیامبر یاد داد یهو باز شد تو شکمم. ففتح ذلك الباب 1000 باب، این یک بابی که پیامبر بهش یاد داده بود تو شکم جوجه کرد، 1000 تا جوجه، 1000 تا در باز شد تو شکم. فازدهم فی بطنی فانفخت فی ضلوعی، این یک باب تبدیل به 1000 باب شد، یا باد کرد شکمم از 2 طرف زد بیرون. شما رو به خدا،
این شرح احادیثشون هست، این روایت هست، این فضایل حضرت علی رو داره بیان میکنه. و واقعا چیزای عجیب و غریبی شما در این علل و شرایع میتونید پیدا بکنید. اما جالبتر از این که ما همینطوری داشتیم بررسی میکردیم، من دوست داشتم که ترجمه فارسی این کتاب رو هم خدمت بینندگان عزیز و گرامی نشون بدم و ترجمه فارسیش هم پیدا کردیم. دوستان عزیز نشون بدن این صفحه رو. این علل و شرایع تالیف شیخ صدوق، جلد اول، ترجمه و تحقیق سید محمد جواد ذهنی تهرانی این کتاب رو ترجمه کرده. میریم به صفحه 527 این کتاب که این باب رو در اینجا آوردن. یک مطلب جالبی در اینجا هست که باید دوستان عزیز متوجه این بشن. دقیقاً همون باب 128 که در کتاب در نسخه عربی بود، در اینجا باب 128 سر این که جلوی سر مبارک مو نداشت و جهت نامیده شدن از حضرت به انزع البطین که چرا بهش شکم گنده میگفتن. ببینید این صفحه شمارش 527، صفحه بعدش باب 127 524، صفحه بعدش 523 524 527. متوجه شدید؟ یا از 524 رفت به 527. چیکار کردن؟ 2 صفحه قبل آوردن روی این باب چسبوندن. ببینید این احادیث رو پنهان کردن در اینجا زیر ترجمه فارسی رو. صفحه 525 از 527 به جای 528 رفته به 525. 2 صفحه قبل رو آوردن روی این گذاشتن. طبعا این کارا با فتوشاپ خیلی راحت میتونن. میره باب 127. ببینید باب 128 اینجا باب 127 و این تصادفی نیست. در همه کتاب رو گشتیم، در 2 جلد این کتاب حدود 2000 صفحه هیچ صفحاتی رو این کارو نکردن الا این صفحه. بعد در اینجا صفحه 528 رو آوردن و باب بعدی رو. یعنی این روایات رو خجالت کشیدن. یعنی این کسی که این کارو کرده حالا دیگه چون جرئت نیست در اونجا بیان در مورد این اشخاص صحبت بکنه، کسی رد بکنه حرفای اینا رو، چون اینا استوانه های دینی هستن. اومده این بیچاره کسی که این کارو کرده خجالت کشیده، یا اینکه کلا از طرف مؤسسه‌ای که این کار شده در اینترنت نشر کردن این کتاب رو، گفتن که این به دسترس عامه مردم قرار نگیره و اومدن این کارو کردن و خیانت کردن در اسکن این کتاب، خجالت کشیدن. در کتاب های اینا شما تا دلتون بخواد در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه دروغ و تهمت و از این چیزا پیدا میشه. این کتاب بهارالانوار هست از علامه مجلسیشون. این هم صفحه جلد این کتاب جلد 53 در صفحه 66 در چاپ‌های قدیم جلد 53 صفحه 111. در اینجا میگه که این سند روایت هست: دخلت على امیر المؤمنین و هو یأکل خبزا و خلا و زیتا. بر امیر المؤمنین داخل شدم که ایشون داشت نان و سرکه و روغن میخورد. یا امیر المؤمنین، قال الله عز وجل، الله عز وجل گفته که اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابة من الارض. میگه وقتی که روز قیامت بشه، الله سبحانه و تعالی آیه است در قرآن کریم که الله سبحانه و تعالی حیوانی را از زمین خارج میکنه که این حیوان تکلمهم، با اونها صحبت میکنه. فما هذه الدابه، این حیوان کی است؟ جواب از علی رضی الله تعالی عنه. البته علی ما نه، علی اونها، علی که این توهینا رو بهش روا میدارن. هی دابه تأکل خبزا و خلا و زیتا، یعنی این همون حیوانی است که داره نان و سرکه و روغن میخوره.
در اینجا روایت دیگری رو میارد که مردم شیعه این رو میگن که علی، شیعه ادعا داره که علی دابت الارض است. میگه که فقلت نحن نقول، میگه که ما این رو میگیم و اعتراف است. در اینجا روایت 13 اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض فقال هو امیر المؤمنین علیه السلام، این حیوانی که از زمین خارج میشه امیر المؤمنین علیه السلام است. و در اینجا این روایت هم در تایید همین است که شیعه اعتقاد دارن که علی همون چارپایی هست که در آخر زمان خارج میشه. این در جلد 53 صفحه 111 و 112 در چاپ‌های قدیم و در صفحه 66 جلد 53 در چاپ جدید بهارالانوار هست. این از کتاب بهارالانوارشون. در بهارالانوار دوباره دوستان عزیز نشون بدن. در اینجا در صفحه 73 جلد 53 صفحه 124 در چاپ‌های قدیم از علی سئل علی صلوات الرحمن علیه عن الدابه، از علی پرسیدن در مورد این دابه، همین دابه الارضی که میگن علی است. گفت ایشون در جا میگه اما والله ما لها ذنب، دم نداره، و ان لها لحه، ریش داره، و فی هذا اشاره الى انها من الانس، در اینجا اشاره است که این حیوان انسی است. و روایت دیگری که در اینجا از ابن عباس روایت کردن که انها دابه من دواب الارض، حیوانی از حیوانهای زمین هست، مثل جانورانی که در زمین مثل الاغ، شتر، گاو، گوسفند مثل اینا هست. لها زغب و ریشون، بالا پرم داره. خب شما تصور بکنید این رو. و لها 4 قوائم، 4 دست و پا هم راه میره. در اینجا روایت بعدیشون میگه که از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت میکنن که دابة الارض طولها 60 ذراعا، به اصطلاح 60 ذراع، یعنی به اندازه این قسمت دست 60 ذراع طول داره. لا یدرکها الطالب، اگر کسی اینو دنبال بکنه نمیتونه دستگیرش بکنه. لا یفوت الحارب، کسی نمیتونه دستش فرار کنه. بعد میاد که مؤمن رو در بین دو چشمش میزنه و مؤمن، و بین کافر رو میزنه در بین دو چشمش کافر، و عصای موسی باش هست، خاتم سلیمان. ببینید دوستان عزیز، این از وهب اینجا میگه روایت کرده وجهها وجه رجل، چهره انسان است، و سایر خلقها خلق الطیر، دیگه اندام و بدنش مثل پرنده است. و این و مثل ذلك لا یعرف الا من نبوات الالهیه، این دیگه از معجزات الهی است. میگه که الله سبحانه و تعالی چنین جانوری رو خلق میکنه. و این روایت رو دوستان عزیز از تفسیر قمی است که از ابی عبدالله امام جعفر صادق روایت کردن که در مورد آیه ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، میگه که این بعوضه پشه‌ای که در خداوند در قرآن مثال زده در سوره بقره امیرالمومنین است، و ما فوقها، اون چیزی که بالاتر از پشه است، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. علی پشه است، پیامبر علیه بالله بالاتر از پشه است. این در کتاب تفسیر قمی جلد 1 در سوره بقره آیات 27 تا 34 صفحه 35 ذکر شده. این از تفسیر قمی اینو. و همچنین در کتاب الرجعه از دارالعالمیه احمد الاحصایی اینو نوشته، بیروت، چاپ اول سال 1414. در اینجا هم در مورد رجعت امیرالمومنین گفته که در آخر زمان امیرالمومنین رجعت میکنه به دنیا و او دابة الارض است، همون حیوانی که از زمین خارج میشه، 60 ذراع طول داره، امیرالمومنین است. این از کتاب الرجعه الاحصاییشون ذکر شده. و این
دوستی زحمت کشیدن و تصویر کتاب رو اسکن کردن، همون بابی که من نشون دادم که در اسکنش چیز کرده بودن، تلبیس کرده بودن، صفحه رو آورده بودن چسبانده بودن، همون صفحه در اینجا ترجمه خودشون است. اما بزرگی شکمم به خاطر این است که رسول خدا بابی از دانش به من آموزش داد که از آن 1000 باب گشوده شد. این دانش‌ها در شکم من متراکم شدند و از دو سوی شکمم بیرون زدند. این چاپ فارسی خودشون، کتاب علل الشرایع که در ایران چاپ شده، همون که اسکنش رو نشون دادم که اومده بودن پنهان کرده بودن این رو. و روایت های دیگری است که توهین ها که من خجالت میکشم در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، این روایات رو اینا در کتاب خودشون میارن و تهمت ها و اهانت هایی که به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نسبت میدن. به خاطر چی؟ به خاطر که میخوان محبتشون رو ثابت بکنن به علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه. آیا یعنی بهتر از این روشی پیدا نکردن که محبتشون رو ثابت بکنن؟ شما این صفاتی رو که در این کتاب ها اومده از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، این صفات ها رو برای خودتون به تصویر بکشین در ذهنتون. من ترجمه همین کلمات رو از کتاب لسان العرب، دوستان عزیز اگر نشون بدن، در روایت بهار الانوار اومده بود دهداه البطن، یعنی غلیظ البطن، و رجل دهداه به معنی قصیر و غلیظ البطن، یعنی شکمش گنده باشه و قدش کوتاه باشه. دهداه البطن که در روایت بهار الانوار اومده بود. کرادیس جمع کردوس و هو کاهل و منکب، شونه ها، عظیم الکرادیس که آورده بودن در اینجا. و زخم الکرادیس یا زخم الکرادیس به معنی عظیم المنکبین کثیر اللحم، شانه های درشت و بزرگ داشته باشه. شما تک تک این صفات را که من میگم شما تصور بکنید برای خودتون. شانه های درشت بزرگ، شکم گنده، قد کوتاه. انزع من النزع و هو انحصار مقدم شعر الراس من جانب الجبهه، این دو طرف مو داشته باشه، دو طرف مو نداشته باشه، این وسط کمی مو داشته باشه و بغل مو داشته باشه. سکنه به کسر کاف و هو مقر الراس من العنق ای کان رأسه عظیما من جهت الخلفیه، یعنی از پشت سر کله گنده بوده، جلو کوچیک بوده، پشت سر گنده بوده. در مشاشه و کمشاشه البعیر، المشاش هو کل العظم لا مخ فیه، این سر استخوانی که توش مغز نداشته باشه. و مشاش الرؤوس و المشاش رؤوس العظام من الرکبتین والمرفقین والمنکبین، زانوها، آرنجها اینجا گنده گنده باشه، سر استخوانها، مفاصل که بزرگ باشه. یعنی این که میگه که مشاش البعیر، یعنی میگه این سر استخوانش مثل سر استخوانای شتر بزرگ بوده. این تعریف یا ترجمه کلماتی بود که در روایت بهار الانوار در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه آورده بود. حالا شما بیاید این رو تصور بکنید، شخصی با این صفات رو. من حاشا و کلا که این صفات علی رضی الله تعالی عنه باشه. در روایات اهل سنت میگه که علی رو به ماه شب 14 تشبیه کرده بودن. اینکه قدش کوتاه بوده، اینکه یعنی تشبیه سیدنا علی رضی الله عنه به حیوانات که دابت الارض است و نمیدونم الاغ است و یعنی واقعا این توهین بزرگی است به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم. در کتابای اینا شده و اینا خجالت میکشن کتابای خودشون رو رد بکنن. به خاطر همین دیدید که هر دوتای این آخوند نادان اومدن موضوع رو کشوندن به اون طرف که نمیدونم پارچه فروش و فلان این حرفا. شما بیدین کتابای خودتون رو مراجعه بکنید، اینا رو تصحیح و تضعیف بکنید، بندازید این خرافات و آشغالا رو دور از کتاباتون که توهین به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است. این تصویری که شما با شنیدن این کلمات در ذهنتون مجسم میشه تصویر یک انسان نیست،
مجلسی وقتی داشته این چیزها رو جعل میکرده، این دروغ ها رو میبسته به ائمه اهل بیت، حتما اون تصویر ذهنی که از پدرش، از جدش، از شاهان صفوی، از نمیدونم این تصویری که اینا از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه کشیدن در کتاب هاشون، شونا گنده و نمیدونم سر پشت سرش باد کرده و جلوش کوچیک و شکمش گنده و قدش کوتاه و یعنی واقعا بی‌حیایی و بی‌شرمی این استوانه های مذهب شیعه اثنا عشری که ببینید چگونه به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه توهین میکنن در کتاباشون. من تشکر میکنم از عزیزانی که بیشتر از 1 ساعت شد من در مورد این موضوع صحبت کردم. واقعا باید هزاران ساعت در مورد سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، شیر خدا، اولین فدایی در اسلام، اولین نوجوانی که ایمان آورد، کسی که مانند مهتاب شب 14 در میان اصحاب و اهل بیت پیامبر درخشید، کسی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در روایت‌های فراوانی مقام و منزلت ایشان را ستودند. انت منی به منزلت هارون من موسی، پیامبری که ایشان را به عنوان برادر خود پیمان مؤاخات بین خود و علی بستند. این شخصیت رو به جای اینکه بیان در مورد مناقبش، فضائلش، خدماتی که به دین انجام داده، این توهین ها و اهانت ها رو به ایشان روا می‌دارن. یک انسان ترسو و بزدل ساختن، یک انسانی که اصلا نمیتونه از ناموس خودش هم دفاع بکنه. من فقط یک روایت دیگر رو خدمتتون، چون قول دادم اونجا مال آقای قزوینی، گفتم الان به سراغ زباله‌دانی های شیعه رفته. روایت بعدی رو که من خدمت شما عزیزان نشون میدم، این روایت در مورد شهادت فاطمه زهرا بر حسب اعتقاد این هست. اگر به یاد داشته باشن دوستانی که از چند سال به این طرف این شبکه رو متابعت میکنن، اول اومدن ایشون روایت از کتب اهل سنت آوردن که این اهل سنت قائل به این هستن که عمر رفته و در خانه فاطمه رو شکسته و خونه رو آتیش زده و نمیدونم در رو زده و ایشون بین در و دیوار قرار داده و سخت جنین شده و از این حرفا. بعد که اومدیم روایات رو بررسی کردیم و در شبکه المستقله اومد و آبروش رفت و در بین عرب ها و فارس ها و همه اعتراف کرد که بله هیچ روایت صحیحی وجود نداره در کتب اهل سنت الا روایت جوینی که اونم بررسی شد و خلاصه جوابش داده شد. برگشت در قم دوباره تو شبکه ولایت گفت که نه خیر، من اونجا از ترس اینکه شیعیان کشته نشن اومدم دروغ گفتم و تقیه کردم. دوباره تکرار کرد دروغاشو، دوباره پاسخ داده شد، کلیپ ها پخش شد و همه روایت هایی که از کتب معتبر شیعه و کتب اهل سنت ذکر میکرد همه رو پاسخ دادن، چه کتبی علما اهل سنت پاسخ دادن، چه در شبکه ها به این شبهات پاسخ داده شد. من اون شب یک کلیپ رو دوستان از بخش پژوهش پیگیری برای من آوردن، واقعا خندیدم. به حماقت، به جهالت، به بدبختی قزوینی خندیدم که بعد از اینکه داد میزد که آهای بخاری، آهای مسلم، آهای فلان کتاب، آهای فلان کتاب، الان رفته دلیل شهادت فاطمه و دشمنی علی با عمر رو از چه کتابی میاره. با هم کلیپ رو ببینیم بعد در موردش صحبت میکنیم. دوستان نشون بدن این سفر. و دعا عمر بن نار، خلیفه دوم آتش خواست و خانه را با آتش زد. حضرت زهرا آمد و فریاد در آورد یا ابتا یا رسول الله. خلیفه دوم شمشیر رو برای شما عرض کنم زد. حضرت ناله زد. فوسب علیون، علی ابن ابی طالب برخاست و جهش کرد. فاخذ بتلابیبه، کمربند عمر را گرفت. ثم نتره فسرعه و وجع انفه و رقبته، کمربند او را گرفت و محکم زد و با مش بر دماغ او زد و گردن او را زد و همه به قتله، تصمیم گرفت که عمر را بکشه. یادش آمد که پیغمبر اکرم
فرموده بود بر اینکه بعد از من با اینها مدارا کن. وقتی که وصیت پیغمبر بیاد او آمد، امیرالمؤمنین سلام الله علیه دست کشید. این عقیده شیعه هست. بله دوستان رو همین صفحه نگه دارن و زوم بکنن رو آدرسی که این روایت را از اونجا ایشون بیان میکنه. کتاب سلیم ابن قیس هلالی صفحه 568. دوستان اگر میتونن زوم بکنن رو این کتاب سلیم ابن قیس هلالی و بله کتاب سلیم ابن قیس هلالی صفحه 568. تشکر میکنم. این آقا بعد از اینکه آبروش در مورد کتاب‌های اهل سنت و روایت‌هایی که شیعه داشتن در کتاب‌های معتبرشون رفت، اومده دست به دامن کتاب سلیم ابن قیس هلالی شده. واقعا برای این بدبختی این آخوند بی سواد باید خندید، برای بیچارگی این آخوند باید خندید. و من تشکر میکنم که اون آخوندی که اول کلیپشون نشون دادیم در مورد حمار که الاغ که صحبت میکرد، یک نصیحتی کرد. انسان نصیحت رو از هر کی باید بشنوه، که به من نصیحت کرد که آقا انصاری وقتی که این روایت ها رو میارید برید بررسی سندی بکنید. ما هم به حرف این آقا گوش دادیم و این روایت رو رفتیم بررسی سندی کردیم که اصلا این کتاب سلیم ابن قیس چه جایگاهی داره در مذهب شیعه. واقعا باید خندید به بدبختی آقای قزوینی. دوستان عزیز این صفحه رو نشون بدن. رجال ابن غزائری یکی از رجال شناسان شیعه هست، تحقیق محمد رضا حسینی جلالی. اینم شناسنامه کتاب در ایران هم چاپ شده، قم دارالحدیث سال 1422. رجالی که ببینید در اینجا آورده: عبان ابن ابی عیاش و اسم ابی عیاش فیروز تابعی، روی عن انس بن مالک و روی عن علی بن الحسین، ضعیف لا یلتفت الی و ینسب اصحابنا وضع کتاب سلیم بن قیس الی. این آقای عبان ابن ابی عیاش یکی از شاهکارهایی که کرده بود، علاوه بر اینکه ضعیف بوده، اصحاب شیعه گفتن که از شاهکارهایشون این بوده که کتاب سلیم ابن قیس رو ایشون جعل کرده، ساخته، منسوب کرده به کی؟ به سلیم ابن قیس. و یکی دیگر از راویانش ابراهیم ابن عمر الصنعانی الیمانی، یکن ابا اسحاق ضعیف جدا. اون آقایی که ساخته بود این کتاب رو، علاوه بر اینکه کتاب رو ساخته اصلا خودش ضعیف است، اینکه کتاب رو جعل کرده و منسوب کرده به کسی دیگه، این که خیانت عظما هست، باید گردن این آقا زده بشه. این در مورد این راوی. در صفحه 63 همین کتاب در حرف سین، در کتاب ابن غزائری در حرف سین، سلیم ابن قیس الهلالی العامری روى عن امیر المؤمنین و حسن و حسین و علی ابن الحسین و ینسب الیه هذا الكتاب المشهور. این آقای سلیم ابن قیس که این کتاب به ایشون منسوب هست، همین کتاب سلیم ابن قیس هلالی. و کان اصحابنا یقولون، اصحاب ما میگفتن ان سلیما لا یعرف، این آقای سلیم شناخته شده نیست، ولا ذکر فی خبر، در اخبارم ذکر نشده در مورد این شخص. یک انسان مجهول، یک انسانی که بهش دروغ بستن و این کتاب رو براش ساختن. در صفحه 118 در صفحه 118 رجال ابن غزائری در شخصیت 34 یا 193 سلیم ابن قیس الهلالی، لم یروی عنه الا عبان ابن ابی عیاش، امون عبان ابن ابی عیاشی که ضعیف بود و کتاب رو جعل کرده بود، و میگه از سلیم ابن قیس غیر از همین شخص کسی دیگری روایت نکرده. یعنی مثل این که ابوالقاسم بیاد کتابی رو جعل بکنه
بگه این کتاب رو قزوینی نوشته، در حالی که قزوینی ننوشته باشه. دقیقاً این آقای ابان ابن ابی عیاش این کار رو با سلیم ابن قیس هلالی کرده که جناب آقای قزوینی خیلی تحقیق کردن بعد از 20 سال اجتهاد و زحمت‌های فراوانی که در حوزه کشیدن و شیخ مفید زمان شدن. آخرش هم رفتن گشتن یک روایت پیدا کردن در اثبات عداوت و دشمنی بین علی و عمر و اینکه خانه فاطمه به آتش کشیده شده و اونم از کتاب سلیم ابن قیس. میریم در کتاب الموضوعات فی الآثار والاخبار، هاشم معروف حسنی دارالتعارف للمطبوعات بیروت، یکی از استوانه های حدیث و رجال شیعه هست که این آقا در اینم شناسنامه در سوریه چاپ شده. این کتاب در این صفحه 184 این از جمله میگه روایاتی که این روایت در اینجا گوش کنید. و اضاف الى ذلك علی علیه السلام کما جاء في الروايه، در روایت آمده که ان رسول الله اخبرني ان الناس يبايعون ابا بكر وان اول من يبايعه على منبر ابلیس في صوره رجل شيخ مشمر يجمع شياطينه وابالسته فيسخر ويقول زعمت ان ليس لي عليهم سبيل. میگه شیطان با شیطان‌های کوچیکش با دست جمع میشن و اولین کسی که رو منبر اومدن با ابوبکر بیعت کردن شیطان و دار و دستش بود. و میگه شیطان مسخرهشون میکرد، میگفت که فکر میکنید که من نمیتونم به اصطلاح بر شما راهی داشته باشم که شما رو فریب بدن. ببینید چی کار کردم، حتی ترک امر الله، کاری کردم که امر خدا رو ترک کردن و طاعت خدا رو ترک کردن و آنچه که پیامبر به او امر کرده بود ترک کردن. ببینید این صاحب این کتاب در اینجا چی میگه، و یکفی، کافی است که هذه الروایه، این روایت عیب امین روایت کافی است که انها من مرویات سلیم ابن قیس و هو من المشبوهین والمتهمین. این سلیم ابن قیس از جمله مشبوهین، انسان‌هایی که مشبوه هستند و متهم هستند بالکذب، انسان‌های دروغگو هستند. و قد ورد فی کتاب المنسوب الیه ان محمد ابن ابی بکر وعظ اباه عند الموت. میگه دروغای دیگری که در این کتاب سلیم ابن قیس اومده که محمد ابن ابی بکر نصیحت میکرد پدرش رو در وقت مرگ، مع انه کان فی حدود سنتین من العمر. میگه این محمد ابن ابی بکر 2 ساله بود، در این کتاب روایت کرده که در موقع مرگ علی ابن ابی طالب پدرش رو نصیحت میکرد، فرزند 2 ساله. کما ورد فی ان الائمه 13 اماما. همچنین از عجایب و غرایب کتاب سلیم ابن قیس هلالی این است که امامان رو 13 تا میدونه، نه 12 تا، همون معمای 13 امامی خودمون. و در بعضی روایات اومده که ایشون زید ابن علی رو هم امام میدونسته، یعنی میگفته اماما 12 تا نیستن و 13 تا هستن، که امیدوارم آقای قزوینی دروغگو جرأت داشته باشه که نظرش رو در مورد کسایی که قائل به 11 امام و 13 امام هستن بگه. این از این کتاب. در تصحیح الاعتقادات امامیه از مصنفات شیخ مفید هست، مجمع عالمی اهل بیت این رو چاپ کرده، الامام الشیخ المفید محمد ابن احمد النعمان ابن معلم ابی عبدالله الاکبری البغدادی. اینم در مؤسسه امام صادق قم اینو چیز کرده، این کتاب رو چاپ کرده در اینجا. در این صفحه 149 و اما ما تعلق به ابو جعفر رحمه الله، اما آنچه متعلق به ابو جعفر رحمه الله هست، من حدیث سلیم الذي رجع فيه الى کتاب المضاف، یا در اینجا گفته مضافا الیه بروایت ابان ابن ابی عیاش، فالمعنی فيه صحیح غیر ان هذا الكتاب غیر موثوق به. میگه که اون روایت با وجودی که حالا اشارش به روایت دیگری است در اینجا که ربطی به بحث ما نداره، اما میگه که این معنای روایت صحیح است، اما این کتاب موثوقی نیست. ولا يجوز العمل على اکثره، اکثر این کتاب جایز نیست که بهش عمل بشه. و قد حصل فی التخلیط و تدلیس، میگه موضوعات در این کتاب خلط شده، قاطی پاتی شده، و تدلیس، همون کاری که آقای قزوینی، ببینید در اون روایت قبلی در کتاب قبلی میگفت که دروغگو هست سلیم ابن قیس، در اینجا میگه مدلس هست. دقیقاً صفاتی که آقای قزوینی داره، در کلیپاش ما همیشه در مورد صحبت کردیم.
میگه کبوتر با کبوتر باز با باز کند ام جنس با ام جنس پرواز. ایشون هم گشته در این زباله های مذهب شیعه، غیر از این سلیم ابن قیس هلالی که دیگر رو پیدا نکرده و داره به روایت ایشون استدلال میکنه که از صفاتش این بوده که تدریس داشته. فینبغی للمتدین، به آدم دیندار، این شیخ مفید اول به شیخ مفید دوم آقای قزوینی نصیحت میکنه. فینبغی للمتدین، برای متدین لازم است که ان یجتنب العمل بكل ما فیه، انسان متدین بعد از همه آنچه در این کتاب ذکر شده چیکار بکنه؟ دوری بکنه. ولا یعول علی جمله، و همچنین گفته به صفحه بعدی این کتاب بریم، و تقلید لرواته، میگه که نباید بره چیکار بکنه؟ حرفایی که روات اینجا گفتن از اونها نقل بکنه و تقلید اونها رو بکنه. وليفزع إلى العلماء فيما تضمنه من الاحاديث ليوقفه على الصحيح منها والفاسد، بلکه باید این آقا بره دنبال علما و این احادیثی که در اینجا آورده در لیفقهو، در اینجا آورده لیفقهو على الصحیح منها والفاسد، اون روایتی که صحیح و فاسد است رو براش جدا بکنه. این از این کتاب. دراسات فی علم الدرایه، علی اکبر غفاری از علامه مامقانی است این کتاب، تخلیص مقباس الهدایه این کتاب، اینم در ایران چاپ شده. در اینجا در مورد شخصیت سلیم ابن قیس هلالی الکوفی الذی لم یروی کتاب الا ابان ابن ابی عیاش، میگه این سلیم ابن قیس هلالی که کتابش رو غیر از ابان ابن ابی عیاش کسی دیگر روایت نکرده و این کتاب ها رو کسی دیگری غیر از احمد ابن میسم و احمد ابن فضل ابن دکین صاحب المصنفات و النوادر لم یروی کتاب و احمد ابن زیاد و غیر من اصحابنا الی آخری. در اینجا چی میگه؟ والفایده المتهمون بالکذب، کسانی که متهم به دروغگویی هستند، او الوضع، کسایی که وضاع بودن حدیث می ساختن، او التخریط او التدلیس، کسایی که به اصطلاح تخلیط میکردن، یعنی موضوعات رو به هم دیگه قاطی پاتی میکردن و تدلیس میکردن. والذین یجب تبین فی نبعهم عملا بکریمت، میگه که باید لازم هست که تبیین صورت بگیره در مورد اخبار کسانی که آوردن این اخبار رو، عمل به این آیه کریمه که ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، میگه که اگر انسان فاسقی خبری رو برای شما آورد، شما در مورد جستجو کنید تا حقیقت براتون بیان بشه. والمشهورون منهم هؤلاء، کسانی که مشهور هستند به فاسق بودن، ابان ابن ابی عیاش، ابو اسماعیل بصری، اتهم بوضع کتاب سلیم ابن قیس، این آقای فاسق و دروغگو و مدلس ابان ابن ابی عیاش کسی است که کتاب سلیم ابن قیس رو چیکار کرده؟ ساخته، جعل کرده و نسبت داده به سلیم ابن قیس و تقدم الکلام فیه، که در مورد این شخص قبلا هم صحبت شده. این از این کتاب. رجال ابن داود کتاب دیگری است، ابن داود اینو نوشته، اهم مصادر رجال حدیث در نزد شیعه است، تحقیق سید محمد صادق آل بحر العلوم المنشورات نجف، در ایران هم در قم این کتاب چاپ شده. در اینجا این کتاب کتابی است در مقدمش میگه که مختص به موثوقین والمهملین وجب ان اتبعه بالجزء الثاني والمختص بالمجروحین والمجهولین در جزء اول. در جزء اولش مجروحین و مجهولین رو میاره، در جزء دومش مهملین و موثوقین رو میاره. تا ابان ابن ابی عیاش بلیا، این ابان ابن عیاش همون کسی که دروغگوی مدلس که کتاب سلیم ابن قیس رو جعل کرد. ضعیف قیل گفته میشه انه وضع کتاب سلیم ابن قیس، کسی که کتاب سلیم ابن قیس رو ساخته و جعل کرده و به اون نسبت داده. در صفحه 226 این کتاب این مطلب اومده. این من عمل کردم به نصیحت این آخوند محترمی که کلیپش اول پخش کردیم
در مورد اون حدیث حمار صحبت کردن که باید ما بررسی سندی بکنیم. منم این یک از روایت هایی که جناب آیت الله قزوینی شیخ مفید زمان در روزه اگر 2 تا عالم علم رجال باشه یکیش ایشون هستن که گشتن بعد از سالها، بعد از رسوایی‌های مستقله و دروغایی که در این شبکه و شبکه‌های دیگه از ایشون پخش شده، رفتن و یک سند پیدا کردن در مورد شهادت فاطمه رضی الله عنها که دروغی بیش نیست و اونم از کتاب سلیم ابن قیس هلالی. آه